و شما نیروهایی که واقعا کمربسته در نظام استاد هستید همیشه فقط منتظر نیستیم که فقط چوخ ما فارغ شیم بریم دستنگرای داغ در مقابل دشمنای مردم افغانستان که جنگ تحمیل در وطن آوردند ما ایستادگی نشان بدیم. من مطمئن هستم هر کدام شما دل شما میخواهد که در پلوی برادرای خود برید و این بلا قماندانان نواهای شما کندک‌های شما توره‌ها در مجموع در سر خماردار و جنگ هستند. چیزی که باز هم با او عقیده و ما باورمندم همیشه ما میگم که جنگ همیشه ما در میدان جنگ ما رو بستیم مگم بزدلانه جنگ نکنیم بسیار با مورال تر از ما بجنگیم همیشه با مورال حرکت بکنیم این که اراده خداوند چه رفت با ما شما به او تسلیم هستیم هیچ وقت ما شما بزدل حرکت نکنیم که آیا میمونیم زنده میمونیم شهید میشیم زخمی میشیم او از جانب خداوند متعال است. همیشه ما بر شما تاکید میکنم در جایی که ما وظیفه اجرا میکنیم او زادگاه ما هست تولدگاه ما هست او خانه و کاشانه ما هست او متوجه شما باشید که سیاسر مردم طفل مردم اولاد مردم پیر و ضعیف و جوان مردم شما متوجه باشید و کسی که در مقابل ما جنگ میکنه در مقابل این ما بجنگیم نه در مقابل تمام مردم افغانستان دشمنای مردم افغانستان نیستند این بله مردم با عزتی که در دون غرب هستند ما شما را حمایت میکنند همیشه آواز میکشند از ما پشتیبانی میکنند این ما تشکر بکنیم اون سیاسری که بچهش فرزندش امروز در مشروطی امنال سرباز است. وطن ای مادری از طاقت تحقیر خسته وطن ای شهچناری از شمال جهل بشکسته بعد 100,000 سال علمهای تو بر یادم رسن فریاد خواهم کرد وطن با نام تو با ننگ تو با عشق مجروح نبرد تو و جای عاشقان غرمرگ و شیر مرد تو بنای شهرت و شأن تو را بنیاد خواهم کرد تو را آباد